ربي ومعلم امین حق نوشته در کناری نام او خیر خلقی رحمت للعالمین خیر خلقی رحمت للعالمین قاصدک ها می فرستم سوی او تا نسیمی صبح. سلام علیکم دوستان عزیز، روزی همه شما بخیر شادی باشد. رایان رفته بودیم اولویم کتی کودکامون برای دکومنت های همی دخترم رفته بودیم کارمون برار نگرفت. در اومدیم مگزینه همی یدوچی درکاری برای کودکا گرفتیم برای خوردنشان گرفتیم برای همی دادری ماشین خورده بیان گفته همی عادت کودکای من خیلی اول عادت شدگی ایشونه چیزی که من برای خوردنشان گیرم تا خونه را نمیرسده همی راه خورده میان آدم های رایان ستگاهشان پر بیان تا خونه را پاکت های ما خالی میشود. این همی خیوه کردیم. بعد شوهرم اومده بگایده رفته خرید کردن. این خریداره همی طرف خدمه گرفته آوردن که بچه ها رفتن همی خیلی بسیار دیگه در رایان هم نستوده همی برای خوردن کودکا گرفتیم و ابرد نخستیم خونه آمدیم. بعد بگایده رفته این همی مگنیتی نزدیک خدمه طرف خدمه رفته گرفتم. نرخونه هایم بینی باید قیمت شدگی در جنمی برای کودکا برای خدمان همی بنان و مندرین و با خونه دمی ماینز و دیگر چی تمام شده بود. برای که ما همی چیزی که تمام شده رفته گرفته استیم. این پرادکت هایی که پیشا می گرفتیم یک ماه مثال یک ماه دمی گرفتیم همه چی را فرایمانی تا آخرین ماه می رسیدم از باشه و بچه ها که کمه همی یکان چی یک ماه تیار میشه رفته میگیریم. خیلی پرادکتی به یک ماه خرید نکرده همی کم چیزی که تمام شد رفته گرفته استیم. این خرید کرده آوردیم. بعد 3 پاچکه تخ گرفتیم تخمای همی 10 دنیا گرفتیم برای همی پیروکای تورت. بعد تخمی دمشنی من نغز نمیبینم بیسکویت تیار کنم یا پیروکا یکم پیچینیده زردش بلندی بده قهوه میشه درونی بیسکویت زرد میشه نغز نمیبینم. با روزه میشه که مثال تخم تمام شدگی خونه ده ای مرغا برای همی زپس گرفتیم خلادنیک ده میسته با کار میه دایجا ساعت قریب 9 شدسته ما کم ترک سوس کردم. روزه میشه شوهرم میره کرده دیر ترک میه ای کار ساعت 8 نیم 9 ده کم ترک سوس انداختم همی یک لالی شود زیادی نکنه گفتم زیادی کرد هیچ که نمیخوره با کودکای من نازکی هستن نمیخورن. واسه میشنیم که کودکای یک جای 1.5 سال شد همین طفل دم خدمت میکنه سبب که آمون چی قبیزه به خلارش بسیاری بده در دروناش همه خلار جمع شود. بینین قلبی جوش آمده همه خلار داره که با همی میشوشه در داغ میزنه جا باشه قفای او بارکه میشن برای پیلتو اینمی استفاده میبرم دیگه نمودش داشتم وای شد تمام شد جنا و دلید و تمام شد. این چند قشد همه جای استفاده نمیکردم مجبور شدم که استفاده میبرم. گوش بیاد واز بینای انا میخوام نیم اجاشته زدم درونوی دخوف کدام زدم کم تریسته با توزه میکنم.
این روغن گوسفنده دوستانی عزیز به گهپا میریزه کرده موندم گفتم سهر در بالای پیلتر آب میکنم بعد در تیزاره میکشم که بوش روه اینا روغنم قریب آب شد باز هم جذبکش سب سرخ میشه بعد وای میکنیم دوستان عزیز اویلوی رایو رفتیسته اینا کودکو ترایمو زمانان اینجا میچره در روزو بره جنگل پیش خونه دوستان عزیز افتادی از بحری خوشی زندگانی رفتی بمر شدی بشی طبیب افتادی ای دادن جون آبی غریبی شورای بازای کی غمی زنده جدایی زورای نبود بر نوا ساز دلی ما به تو بازای کی دوتا رو تاری منو جورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای فصل خزان رس اومد از بحری چین مفصلی غم تز اومد گفتم زی غریبی اونم جای شیشتناک داره برن همجا بشینه بخره جای شیشتناک داره برن همجا مسته همجا مسته همجا شکمشون از سر دارن این کلاشت کده بازی کنه میگه برم دیدی گازر اسپربان نه رفتیم نپرسیدیم پول آمده پولای چی؟ چند؟ یوتیوب ای ماشین زبربان میپرسید چند؟ چیز بخواهی آنم شاخد بالا که؟ ای پولای خمو گفته که؟ ما پول ندارم خچم ما پولای خمو نه سیشون داکومنت های گیته ادریش خیلی بسیط میکن دسته اوچی میکنه خیلی بسیط بدری بوم مدروه بدری فش راست بدری بوم ماله تسکی
دوستان عزیز 2 روز بود که ما همی راه رایان میریم کافه دکومنت همی کودک راستی وای نشید. یکم روزش رفتیم گفتن که پگاه بیاین. پگاه پس برمستال رفتیم پگاهش رفتیم دکومنت های ما رجیستراسی های ما مسکووسکی در مسکو رجیستراسی میکنن. ای شوهرم باشه در امی رایون خدمان باید مثال یا در اوچوتی اوچه گذاره یا در اوچوتی آتشون گفتن. برای امی خوبش در اوچوتی امی شوهرمانه در امی رایون برای یک دخترو یا چی رفتن پرابلم نشوه. ای من مسکو دای با رجیستراسی شوهرم 1 هفته پس تمام شده. یک بار رجیستراسی نو کنه بعد در اوچوت میمونیم کودکه. یک جای دیگهش رفتیم یک کاغذ سفید نشان دادیم گفتن که مقصد پدرش همه وقت کار کنه میتونه که پسو بیاگیرین. همین کاغذ بریم بوغالتر دادیم گفتن ما حاضر نرفتیم ایجاش. نصیب باشه 23-24 ماده میریم با رایون برای دکومنت های کودک. قریب خانه آمدیم رسیدیم. این مالو گوی همسایه های ایا اودامایدم مالویم ایا اودامای گویم پدوون داره پدووناشو وانی میکنه گو مالوشه. دمی کافای دروازه ما خیلی استرکه نمی آهنه نشون داده بودم تو نه در ولاگای پیشینه بزای ما تا همجره چریدنی میاد. دوستان عزیز در پناه خدا باشه تا ولاگ آینده. خداوند نگهبانتون باشه.